سلام به همگی، من ماریم. خوش اومدیم به چنل یوتیوب ما. از اونجایی که هممون در جریانیم، استیم کلی تخفیف خفن زمستونه گذاشته که شامل آف‌های خیلی زیاده، مثلا 90% هم حتی ما آف توش دیدیم. امروز قراره بازی‌های ترسناکی که بالای 50 تا 90%، شاید هم بیشتر شاید هم کمتر آف خوردن و رتبه بالایی هم توی استیم داشتن براتون بذارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و ماچ به همگی. برو بریم که داشته باشیم. خب بریم که داشته باشیم بازی اولو. بازی اول Left 4 Dead یه بازی ترسناک کوآپ و همکاری محوره که سال 2009 منتشر شده. این بازی تمرکز اصلیش روی بازی تیمیه و تو دنیای زامبی اتفاق میفته. حالا داستان بازی چیه؟ داستان بازی تو دنیای اتفاق میفته که ویروسی مرموز باعث شده انسان‌ها به موجودات شبیه زامبی تبدیل بشن. حالا شما و همتیمیاتون 4 نفر از باقی مونده‌هایی که توی بازی هستن و دستتون میگیرید و کنترل اونا دست شماه. باید تلاش کنید که از شهرها، بازلاها، کلی مناطق دیگه عبور کنید تا بتونید زنده بمونید. این بازی کاملا تیمی هستش، باید با زامبیا مواجه بشین و کلی چیزای خفن دیگه که اصلا نگم براتون. واقعا بازی خفنیه. کلی هم هیولا داره که اسمشون حالا بهتون میگم، شاید نیازتون باشه. هانتر، اسموکر، بومر، تان و ویچ. اینا هر کدوم یه قابلیت‌های خاص دارن. چرا لفت دید هنوز محبوبه و کلی آدم از سال 2009 هنوز دارن دنبالش میکنن؟ اینکه هم آنلاین هم آفلاین مودای مختلف داره. یعنی یه بازی که برای سیستم‌های ضعیف هم به نظرم خیلی خفنه و پیشنهادش میکنم من، و مناسب استریم و ویدیو گرفتنه. یعنی میتونی ازش ریکورد کنی و کلی کارهای دیگه باش انجام بدی. این بازی شعارم داره که میگه چی؟ لفت دید فقط یه بازی زامبی کشتن نیست. اینجا یا همکاری میکنی یا خیلی زود میمیری. بازی دوم، بازی دیپ رایت گالاکتیک، یه بازی اکشن خفن کوآپ که باید 4 نفر روی بازی همکاری کنید. این بازی سال 2020 منتشر شده و کلی قابلیت خفن داره. نقش شما نقش کوتوله‌های فضاییه که باید تو این بازی کار کنید و کلی چیزای خفن برای شرکت تمکار به اسم دیپ رایت گالاکتیک پیدا بکنید. مأموریتتون اینه که برید تو کلی غار خطرناک منابع استخراج کنید، در برابر هیولاها زنده بمونید، یا حتی باید رئیسا رو بکشید، یا شاید هم باید از منطقتون دفاع کنید. این بازی کلی قابلیت خفن داره که نمیدونم از کدومش براتون بگم. حالا چرا دیپ رایت گالاکتیک اینقدر خفن و شاهکار و تکراری نمیشه؟ چرا؟ چون که تکراری نمیشه. یه بازی که واقعا باید با همتیمیات همکاری کنی. کلی بازیکن خفن تو اون بازی هستن برای بازی کردن آنلاین، مناسب استریم و ویدیو گرفتنه و کلی آپدیت خفن و رایگان بهت میده. حالا شعار این بازی چیه؟ میگه که دیپ رایت گالاکتیک یه بازی که بهت یاد میده یا باید با تیمت همکاری کنی یا زیر سنگا دفن شی. بازی سوم، بازی د فارست، بازی ترسناک که باید برای بقا بجنگی. این بازی سال 2018 منتشر شده و کلی هم هوادار پیدا کرده. داستان از جایی شروع میشه که هواپیمای شما سقوط میکنه و روی جزیره مرموز فرود بیاد. شما نقش پدری دارید که دنبال پسر گم شدهش تیمی میگرده، اما جزیره خالی نیست. کلی آدمخوار، موجودات جهش یافته و کلی چیزهای ترسناک و تاریک روبروتون قرار میگیرن. تو این بازی باید کلی کار انجام بدید، مثل ساختن پناهگاه، ساختن تله، دیوار دفاعی و حتی شکار کردن. و مهمترین چیز اینه که باید گرسنگی و تشنگی خودتون رو مدیریت کنید تا زنده بمونید. چرا این بازی هنوز محبوبه؟ چون این بازی کلی راز مخفی داره که باید کشفش کرد و این بازی روی
روان بازیکن‌ها تاثیر میذاره و موقعیت خیلی واقعی براشون جلوه میده. شعار این بازی اینه که خودت باید کشف کنی دشمن کیه، وگرنه شکار میشی. بازی چهارم، بازی Outlast، یه بازی ترسناک که سال 2013 منتشر شده. این بازی روی فرار و مخفی کاری تمرکز داره، نه مبارزه. توی این بازی شما نقش یه خبرنگار رو داری که یه ایمیل ناشناس دریافت میکنه درباره اتفاقات عجیبی که توی تیمارستان میفته. وقتی شما وارد تیمارستان میشید، برقا قطع میشن، بیمارا آزاد میشن و حقیقت ترسناکتر از اون چیزی که شما فکر میکنید. توی این بازی هیچ سلاحی ندارید، فقط باید فرار کنید، قایم شید و نفس نکشید. کلی هیولای خفن داره که منتظرن شما یه اشتباه بکنید تا جونتون رو بگیرن. چرا بازی اوتلست افسانه شد و انقدر خفن محبوب شد و کلی بازیکن جذب کرد به خودش؟ چون ترس مداوم داری و هیچ سلاحی هم نداری. شما باید کلی برای خودت بجنگی تا زنده بمونی بدون هیچ سلاحی. یه داستان خیلی خفن و قوی، گرافیک بازی خفن، مناسب استریم و کلی چیزهای دیگه. و شعار این بازی چیه؟ اوتلست بهت یاد میده برای زنده موندن لازم نیست بجنگی، فقط کافیه دیرتر از بقیه دیوونه شی. بازی پنجم، بازی داین لایت، یه بازی ترسناک که فوق‌العاده طرفدار داره و سال 2015 منتشر شده. نقطه قوت این بازی پارکور و زامبیای خطرناکشن. توی این بازی شما نقش یه مأمور مخفی دارید که وارد یه شهر قرنطینه شده. مأموریت این مأمور پیدا کردن یه فایله، ولی خب اینجا بین نجات مردم و دستور رئیسش گیر میکنه و داستان خیلی تاریک‌تر و خفن‌تر از اون چیزیه که مأمور فکر میکرده. این بازی فوق‌العاده خفنه، دویدن‌های خیلی خفن، پارکور کردن‌های خیلی خفن و فرار تو لحظه‌های مرگباره که اصلا یه حس ترسناک و خفن به شما میده. چرا این بازی هنوز محبوب و همه طرفدارشن؟ یه پارکور بی‌رقیب داره، تفاوت روز و شب خیلی خفنه توش، آزادی عمل داری و میتونی کلی کار توی بازی انجام بدی و سیستم ارتقای جذاب که رو همه سیستم‌ها خونده میشه. شعار این بازی چیه؟ دیلایت بهت یاد میده روز شکار کنی و شب فقط فرار کنی. بازی ششم، بازی کلینگ فلور، یه بازی ترسناک شوتر و آخرالزمانی که شما باید برای نجات جونتون تلاش کنید. این بازی سال 2009 منتشر شده و رو همکاری شما و دوستاتون خیلی تمرکز داره. داستان بازی از چه قراره؟ داستان بازی از این قراره که تو اروپا یه شرکت بیوتکنولوژی به نام هوریزون بیوتیک ویروسی مرگبار رو تولید میکنه. ویروسی که باعث میشه مردم به هیولاهای جهش یافته به نام زدها تبدیل بشن. شما و دوستاتون نقش بازمانده ها رو بازی میکنید و باید موج بی پایان زدها رو پاکسازی کنید و زنده بمونید. چرا بازی کلینگ فلور هنوز محبوبه؟ یه کوآپ خیلی خفن و هیجان انگیز داره، موجهای دشمن متنوع و کلی هیولا جلوتون قرار میگیره، کلی سلاح متنوع و کلی چیزای خفن داره، مناسب استریم و واکنش گرفتن از بقیه است. شعار این بازی چیه؟ کلینگ فلور بهت یاد میده با تیمت هماهنگ بشی یا زنده نمونی. بازی هفتم، بازی دکواک، یه بازی شوتر خفن که یکی از ستونهای اصلی تاریخ شوتر دنیاست. این بازی سال 1996 ساخته شده و فوق‌العاده خفنه. داستان این بازی نقش یه سرباز ناشناس داره که به یه دنیای تاریک و کابوسبار که پر از شیاطین و موجودات جهش یافته است منتقل شده. چرا این بازی هنوزم مهم و انقدر طرفدار داره؟ چون پایه‌گذار شوتر مدرن دنیاست. یه گیم پلی خفن مهارتی داره، مودها و نقشه های بی نهایت داره و فوق‌العاده خفنه و یه نوستالژی خاص برای گیمرهای قدیمیه. شعار این بازی چیه؟
شعار این بازی که قبل اینکه شوترها سینمایی بشن، کوآک اومد و مهارت رو معنادار کرد. بازی هشتم بازی به نام هالو. این بازی فوق‌العاده خفنه و سال 2001 منتشر شده. یکی از بازی‌های شوتر ترسناکه که علمی تخیلی هم هست و راجع به محدوده باز جهانه. یکی از معروفترین بازی‌های علمی تخیلی ترسناکه. داستان این بازی حول محور مستر چیف، یک سرباز سوپر فضاییه که همراه با هوش مصنوعی به نام کورتانا در برابر تهدیدهای بیگانه‌ای به نام کاونانت می‌جنگه. فوق‌العاده بازی خفنیه، آخرالزمانیه و خیلی جالبه. کلی راز باید تو این بازی کشف کنید. هر کدوم از یارای شما یه قابلیتی داره که کلی رازهای مخفی تو بازی پیدا بکنه. چرا هالو محبوبه؟ یه داستان علمی تخیلی جذاب داره، مبارزات استراتژیک و تاکتیکی داره، وسایل نقلیه و سلاح‌های متنوع داره و پای ثابت مسابقات آنلاین ES اسپورت. موسیقی و گرافیک بازی اصلا نگم براتون، عروسکه. شعار این بازی چیه؟ حالا یه بازی که نشون میده حتی تو تاریک ترین کهکشان‌ها یه قهرمان میتونه امید و زنده نگه داره. بازی نهم بازی دام، یه بازی کلاسیک فوق خفن که نسخه اصلیش سال 1993 منتشر شد. این بازی پایه‌گذار ژانر FPS مدرنه و نسخه های 2004، 2016 و 2020ش منتشر شدن و گرافیک خیلی بالایی دارن. تو این بازی شما نقش تکاور نظامی که تو پایگاه مارس و بعد زمین علیه نیروهای پهنه جهنمی میجنگه رو دارید. شرکت UAC روی دروازه‌های جهنمی آزمایشی انجام میده و موجودات جهنمی رو آزاد میکنه. حالا این تکاور باید بجنگه و تمام موجودات جهنمی رو به سرزمینشون برگردونه یا نابود کنه و دروازه‌های جهنم رو ببنده. چرا بازی دام هنوزم افسانه است و کلی آدم انجامش میدن؟ چون پایه‌گذار FPS مدرن، یه اکشن خیلی خفن و سریع داره، یه موسیقی فوق‌العاده توپ و خفن داره و چالش‌های بامزه و باحالی هم داره. بازی دهم Left 4 Dead 1. اگر فکر میکنید تکراریه، خیر نیست. اون نسخه 2 بازیه. فوق‌العاده، هم نسخه 1 هم نسخه 2 خفنه. نسخه 1 سال 2008 منتشر شده. خیلی فرقی با نسخه 2 نداره ولی فوق‌العاده خفنه. داستان تو دنیای اتفاق میفته که کلی ویروس انسان‌ها رو تبدیل به زامبی کرده. شما و دوستاتون 4 تا از بازمانده‌های اصلی هستین. بیل، سرباز بازنشسته، زویی، دانشجوی کالج، لوئیز، کارمند و فرانسیس، موتورسوار خشنه. شما باید از جنگل‌ها، شهرها و مناطق صعب عبور کنید و زنده بمونید. داستان فوق‌العاده استرسیه، فوق‌العاده نیاز به همکاری داره و کلی ترس بهت منتقل میکنه و کلی هم خفنه. هیولاهاش با هیولاهای فصل 2 این بازی یکیه. همونطوری که گفتم هانتر، اسموکر، بومر، تانک و ویچ از هیولاهای خفن این بازی هستن. چرا این بازی مثل پارت 2 محبوبه و قدیمی نشده؟ یه بازی تیمی فوق‌العاده داره و آل دایرکتور داره که تجربه منحصر به فرد فوق‌العاده خفنیه. مناسب استریم و ویدیو گرفتنه، مودها و نقشه‌های متنوع داره و کلی چیزای دیگه. شعار این بازی Left 4 Dead فقط یه بازی زامبی نیست. اینجا یا با تیمت همکاری میکنی یا خیلی زود میمیری.